سلام بچه، ببینید برای رسم نمودار راداری یا تار عنکبوتی یه جدولی به شما میده به این صورت که این قسمتش متغیر هاست. نمودار راداری برای از 3 متغیر بیشتر، مثلا 3 4 5 6، مال تو کتاب 11 تا متغیر داده. من اینجا یه مثال براتون میزنم که 5 تا متغیره، مثلا متغیر قد، متغیر وزن، متغیر فشار خون، قند خون، چربی خون. بعد اینو مثلا مال یه شخصی که قدش 120، وزنش مثلا 52، فشار خونش باشه 12، قند خونش باشه 142، چربی خونش باشه 25. یه ستون دیگه به شما میده به اسم بیشینه. این قسمت بیشینه تو کتابتون هم هست. مثلا این که قدش 120 جلوش میزنه 200، یعنی این که از 200 دیگه، یعنی 2 متر بالاتر دیگه قد نداریم. برای این شخص مثلا حد و بالا میزنه 200. وزن 52، مثلا بیشینه رو میده 8. این بیشینه ها رو بهتون میده. فشار خون مثلا میده 22، قند خون میده 400، چربی خون میده 30. حالا برای اینکه بخوایم درصداشون رو بگیریم، من قد رو براتون اینجا انجام میدم دیگه. وزن و فشار خون و قند خون و چربی خون رو خودتون به همین مدل انجام بدید. بیشینه رو مینویسید، جلوش میزنید درصد. بیشینه برای قد چنده؟ 200. میزنید 200 100. این 100 ثابته برای همشون. حالا برای قد این شخص چند بود؟ 120. زیر بیشینه میزنی چی؟ 120. زیر درصدی که میخواییم به دست بیاری میزنی x. حالا میگی در نتیجه x هم میشه 120 رو ضرب در 100 میکنی، یه طرف این وسط اینه که انجام میدی، ضرب در 100 به روی 200. خب 120 ضرب در 100 میکنید، بعد تقسیم بر 200 میکنید، حاصلش میشه 60. حالا من همه رو براتون به دست آوردم، مال وزن و فشار خون و قند خون و چربی خون و اینا. بعد میای یه نقطه از صفحه انتخاب میکنی، به تعداد متغیرات خط بهش وصل میکنی. مثلا اینو وصل میکنی، میزنی قد، برای قد، یکی دیگه برای وزن، یکی دیگه برای مثلا فشار خون، یکی برای قند خون، یکی هم برای چربی خون. بعد میای این خطا رو درجه بندی میکنید 20 تا 20 تا، مثلا 20 40 60 80 و 100. بقیه هم به همین طوری 20 40 60 80 و 100. حالا برای قد ما به دست آوردیم، طرفین وسطین کردیم، شد 60. یه نقطه میذاری روش، یعنی میشه این، تعیینش میکنی. وزن رو من براتون حساب کردم شده 65. عددی بین 60 و 80، یه نقطه براش تخمینی میزنید. فشار خونم به همین صورت درجه بندی میکنید 20 تا 20 تا. من به دست آوردم شده 54، یعنی یه عددی بین 40 و 60، این باشه 20 40 60، یعنی یه عددی اینجا. قند خونم به دست آوردم شده 35، تقریبا اینجا میفته، درجه بندیش میکنید. چربی خون شد 83، مثلا 20 40 60 80 100. 83 یه ذره اونوره 80. بعد به ترتیب نقاط رو به هم وصل میکنید، از همون اولی به هم وصل میکنید و برمیگردید سر جای اول. چون شبیه تار عنکبوته به این میگیم نمودار راداری یا تار عنکبوتی. موفق باشید.